آخر این امت اصلاح نمیشه، تغییر توش نمیاد، دگرگونی و انقلاب نمیاد به همون روشی که اول این امت که بودن؟ صحابه چیکار میکردند که ما نمیکنیم؟ صحابه به آیه قرآن مجید عمل میکردند، ما عمل نمیکنیم. این یک واقعیت است. صحابه میترسیدند، عمل میکردند. وقتی که آیه خرج کردن در راه خدا نازل میشد، صحابه با هم دیگه رقابت داشتند، صحابه با هم دیگه مسابقه داشتند. این صحابی سعی میکرد از اون پیشی بگیرد، اون صحابی سعی میکرد از این جلو بزند. ما در برج سازی، در ساختمان سازی، در نمیدونم تجملات، سواری لوکس داشتن، با هم دیگه رقابت داریم. اونها تو اینها رقابت داشتن. صحابه وقتی که آیه نازل میشد 100 شتر، 300 شتر، 700 شتر، عبدالرحمن بن عوف، عثمان زنوره، نه با بار تقدیم میکرد. نیست که حتما انسان ثروتمند باشه. غذای بچه ها را میخوابوندن، به مهمان رسول الله میدادن. وقتی که آیه نازل میشد، آیه جهاد، انفروا خفافا و ثقالا، صحابه جان خودشون را دوست نداشتن، مولای خودشون را دوست داشتن، رب خودشون را دوست داشتن، الله را از جان هم بیشتر دوست داشتن. جان در راه خدا فدا میکردن، الله را، رب را راضی میکردن. وقتی که آیه نازل میشد که شراب حرام هست، شراب و قمار اینها رجس من عمل شیطان، گندند، عمل شیطان فاجتنبوه، از اینها بپرهیزید. صحابه وقتی که آیه نازل میشد، شراب در دستش بود، تا دهان آورده میانداخت. کوچه های مدینه تمام جاری میشد از شرابی که اونها ریختند، کوزه ها را شکستند، مشکیزه ها را پاره کردند، ظرف هایی که توش شراب بود اون ظرف ها دور انداخته شد. اما مسلمان قرن 21 دوباره روی آورده به شراب، دوباره افتخارش ویسکی و شراب هست، دوباره بطری شراب را به دست گرفته و عکس میگیرد و تو اینستا میگذارد و گویا این افتخارش هست، به جایی که کلام پروردگار در دستش باشه. اینقدر مسلمان واقعا از دین فاصله گرفت. هایی که جز افتخارات کفار هستند، اون امروز جز افتخارات مسلمان شده. وقتی که آیه نازل میشد، آیه ربا، صحابه اینقدر احتیاط کردند که همون رأس المالش خودشون را نمی گرفتن. خداوند فرمود فلکم رؤوس اموالکم، رأس المال مال شماست، اونو بگیر اما اضافه نگیر. اما مسلمان امروز در قرن 21 با هزار حیله و نیرنگ میاد رباخواری میکند، معامله ربا میکند. اینقدر ما دور هستیم. اونها اینطور عمل میکردن. وقتی که آیه حجاب نازل شد، اون زمان قدرت شمشیر نبود، تفنگ نبود، اسلحه نبود، گروه نهی از منکر نبود، فقط آیه قرآن بود، کلام پروردگار بود، محبت با رب بود. وقتی که آیه نازل شد یک بی حجاب ندیدیم. اما امروز زن مسلمان بی پرواست. امروز زن مسلمان افتخارش اینه که زیورالات خودش را، لباس زینتی خودش را، بلا نسبت آرایش خودش را به معرض نمایش بگذارد. اون نمایشی که خداوند عزوجل میفرماید ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى، شما به معرض نمایش نگذارید مثل جاهلیت اول. این مال جاهلیت قبل از اسلام است. دوباره زن مسلمان به اون برگشته، دوباره زن مسلمان اون را افتخار خودش میداند. لذا عزیزان، ما بی خود ادعا میکنیم ما با عمل خیلی فرق داریم، ما با عمل فاصله داریم. اگر میخواهیم که ما همونطور در وجود ما تغییر بیاید، در وجود ما اصلاح بیاید، در وجود ما دگرگونی بیاید، باید به این آیات عمل بکنیم. این آیات را در زندگی خودمون احیا بکنیم.